قطره‌های رنگی. این داستان جادوی جوهر سیاه در مهمانی. شاهزاده آبی آسمانی تصمیم گرفته بود در قصر یک مهمانی برای تمام دوستاش در سرزمین جعبه آبرنگ برگزار کنه. لطفاً در مهمانی من شرکت کنید. شاهزاده آبی آسمانی شما رو دعوت میکنه. همه میتونن شرکت کنن، حتی گربه‌های سیاه و جادوگرا. اون خیلی زود همه کارتای دعوت رو بین دوستاش پخش کرد. بفرمایید نارنجی، امیدوارم تو مهمونی من شرکت کنید. من حتما به مهمونیتون میام. خب من عاشق مهمونیم. همیشه اینطور خبرها منو به هیجان میاره. و یه کارتم برای شما قرقروی سبز. خدا کنه خوراکی زیادی اونجا باشه. دارم از گرسنگی میمیرم. امروز صبح نون صبحونم سوخته بود. حلیمم هم خیلی سرد بود. آشم هم نپخته بود. او با سیاه سوخته گربه بدجنس جادوگر جوهر سیاه روبرو شد. سیاه سوخته، میشه لطف کنی این کارت دعوت رو به دست جوهر سیاه برسونی؟ کارت دعوت مهمونی منه. امیدوارم فراموش نکنی و این کارت رو به دستش برسونی. سیاه سوخته با عجله به طرف خونه جوهر سیاه دوید. اما وقتی چشمش به قناری زرد افتاد، قولی رو که به شاهزاده آبی آسمانی داده بود فراموش کرد و تصمیم گرفت یکم تفریح کنه. درست بعد از اینکه قناری زرد پر زد و رفت، سیاه سوخته یاد کارت دعوت افتاد و قبل از اینکه بتونه اونو برداره، بادی وزید و کارت رو با خودش برد. درست در همون لحظه جوهر سیاه وارد شد. گروم گروم، این منم، جادوگر روی دسته جارو. سیاه سوخته، همه جا رو دنبالت گشتم. سیاه سوخته از ترسش تصمیم گرفت ساکت بمونه و چیزی درباره کارت دعوت گم شده به اون نگه. درست در لحظه‌ای که جوهر سیاه میخواست به خونش برگرده، حرفای نارنجی و پامچال زرد شنید. واسه مهمونی چی میخوای بپوشی پامچال؟ شاید چیزی که شبیه یک گل باشه. مهمونی کی؟ پس واسه چی منو دعوت نکردن؟ این عادلانه نیست. جوهر سیاه در حالی که بسیار ناراحت و عصبانی بود، فوراً به طرف خونش برگشت. سیاه سوخته، کتاب جادوهای مخصوصمو بیار. نه، یه دقیقه صبر کن. کتاب جادوهای خیلی مخصوصمو بیار. هر وقت که جوهر سیاه جادو درست میکنه، سیاه سوخته دوست داره تماشاش کنه، مخصوصا این یکی که جادوی خیلی مخصوصیه. هبا پا الان تو درد سر میافتن، همه رو به یه شکل عجیب در میارم. در کاخ فرمانروای آبی لاجوردی مشغول باد کردن بادکنک‌های مهمونی بود. اوف، از نفس افتادم. از بس که فوت کردم خسته شدم. در همون لحظه جادوی جوهر سیاه شروع به کار کرد. کمک! پرستار سلطنتی رو خبر کنید، انگار یکم رنگم پریده. همه مهمانای دعوت شده وارد شدن. قرقروی سبز در آشپزخانه چشمش به یک کیک میوه‌ای خوشمزه افتاد. من دارم از گرسنگی میمیرم. حتما خوشمزه است. وای، چرا صورتی شدم؟ در باغ فرمانروا پامچال زرد با خالخالی سگ شاهزاده روبرو شد. سلام خالخالی، بیا اینجا کوچولو. سگ خوب. نه، صورتم خالخالی شد، دستانم خالخالی شد. وای، تازه پیرنم هم خالخالی شد. در اتاق پذیرایی فرمانروا مهمانی شروع شده بود.
اون دورتر در خانه جوهر سیاه سوخته فکر میکرد که همه جادوهای جوهر سیاه یه خوابه. آخه اون تا حالا تو عمرش همچین قصرهای رنگی رو ندیده بود. این کاری میکنه که دیگه هرگز منو فراموش نکنه. سردر نمیارم. شاهزاده آبی آسمانی یک کارت دعوت به سیاه سوخته داده بود که به دست جوهر سیاه برسونه. که اینطور ای گربه یه دست و پا چلفتی، زود باش سیاه سوخته، باید کمکم کنی تا این مسئله رو یه جوری درستش کنم. گروم این منم جادوگر روی دسته جارو. وقتی جوهر سیاه وارد مهمانی شد همه مهمانا خوشحال شدن. ای جوهر سیاه اومد، اون حتما رنگ هممونو بهمون برمیگردونه. سیم سالبین همتون رو رنگ میکنم. چه به موقع. متشکرم جوهر سیاه. بیا یکم بستنی بخور بیا. اما شاهزاده آبی آسمانی اصلا خوشحال نبود. در واقع اون نه تنها خوشحال نبود بلکه خیلی هم ناراحت بود. پدر، همه بستنی با طعم وانیل هستن و بستنی تمشک صورتی، نعنای سبز، قهوه‌ای شکلاتی، لیمویی زرد، آلوی اجازه بدین. سیم سالبین همتون رو رنگ میکنم. جادوی جوهر سیاه به خوبی عمل کرد. هیچ کدوم از قطره‌های رنگی تا حالا این مزه ها رو نچشیده بودن. حتما خیلی هم خوشمزه. نه سیاه سوخته، تو نباید از اون بستنیا بخوری. تو واقعا جادو میکنی جوهر سیاه.